چی آمد بر سری اقوام و خویشان، که گرد جمعشان این طور پریشان. چرا خویشان از هم جداین، چرا مردم به این حد بی وفاین. چرا خواهر ز خواهر می گریزد، برادر با برادر می ستیزد. چرا دختر ز مادر ننگ دارد، پدر با بچه هایش جنگ دارد. چرا مهر و محبت کیمیا شد، همه دوستی ها رفاقت ها ریا شد. نبینم خنده بر روی لبها، نه روز آرامش داریم نه شبها. نه کس را لحظه آسوده بینی، به صد کار جمله را آلوده بینی. برای اغنیا هم لذت نیست، فقیران را به جای عزت نیست. به ظاهر خانه هایمان کاخ شاه است، درونش یک جهان اندوه و آه است. در و دیوارها کاشی و سنگ است، ولی هر خانه یک میدان جنگ است. تمام خیر و برکت ها برافتاد، طبیعت با شما مردم در افتاد. دگر از بزم و بخشش ها اثر نیست، ز انصاف و مروت ها خبر نیست. شد نایاب صفا و مهربانی، تعارف ها همه سرد و زبانی. تقا جان و خاله جان دیگر نگوییم، برای مرگ هم در آرزوییم. یکی حج می رود سال دو سه بار، کنارش خواهرش نادار و ناچار. یکی با سود اموال نزولی، رود مکه به امید قبولی. یکی از کربلا و شام گوید، برای فخر بر اقوام گوید. یکی نازد به ماشین و به باغش، یکی باری تکبر بر دماغش. یکی وقت به ماشینش سوار است، فقط مثل بتی از زهر مار است. چنان در غبغبش باد و غرور است، که گویی از نژاد سلم و تور است. تمام کارها گشت ریایی، نجابت عوض شد با بی حیایی. بزرگترها ندارند احترامی، و محتاجان ندارند اعتنایی. همه چسبیده جیب و کار خود را، به فکرند تا ببندند بار خود را. کسی را با کسی کار نباشد، اگر باری بود یار نباشد. فقط دنبال نفع و کار خویشند، به فکر گرمی بازار خویشند. شرف را مثل کالا می فروشند، برادرها برادر را بکوشند. چنین مردم دیگر خیر نبینند، اگر قارون شوند باز هم همینند. بیا ای خواهر من ای برادر، بیا تا راه دیگر پیش گیریم. سراغ از اصل و ذات خویش گیریم. بیا تا قدر یکدیگر بدانیم، غرور و کینه را از خود برانیم. بیا تا دست یکدیگر بگیریم، ضمانت نیست تا فردا نمیریم. بیا ای خواهر من ای برادر، بیا تا راه دیگر پیش گیریم. سراغ از اصل و ذات خویش گیریم. سلام علیکم.